دوستان سلام، من آرش هستم و به کانال بادی بیلدینگ هیرو خوش اومدید. و اگه علاقه‌مند به دنیای بدنسازی، مسابقات مستر المپیا با بهترین کیفیت ممکن و اسطوره‌های بزرگ این ورزش هستید، پیشنهاد میکنم کانال ما را دنبال کنید. تو این ویدیو یه مقایسه جذاب بین دو قهرمان مستر المپیا داریم که هر دوشون تونستن یه مجسمه ساندو و یه عنوان مستر المپیا رو به دست بیارن. این مقایسه بین زنده‌یاد شان رودن، قهرمان مستر المپیایی سال 2018 و سامسون داودا، قهرمان مستر المپیایی سال 2024 هست. و خیلی از دوستان تو این استا پیام دادن و درخواست کردن که سامسون داودا رو با رونی کولمن مقایسه کنیم. به نظر شخصی من این کار درست نیست و کسی باید در کنار پادشاه مستر المپیا قرار بگیره که در خور رونی کولمن و در شأنش باشه. سامسون داودا قهرمان خوبیه و قابل احترامه، اما ما تو مقایسه هامون سعی میکنیم که قهرمانانی رو کنار هم بذاریم و مقایسه کنیم که هم سطح و هم لول هم باشن. خب دوستان، بریم برای مقایسه این دو قهرمان مستر المپیا. همونطور که تو تصویر دارید میبینید، سامسون داودا رو سمت چپ داریم که قهرمان سال 2024 هست و زنده‌یاد شان رودن سمت راست قرار گرفته که قهرمان سال 2018 هست. و میتونیم بگیم واقعا حیف این بدن زیبا که به این زودی از دنیای رقابت دور شد. در فیگور اول که جوفازو از نمای روبرو میشه، هر دوشون خیلی خوبن، اما زیبایی منحصر به فرد شان رودن و تقارن و کات فوق‌العاده‌اش به خصوص در عضلات پایین تنه یه چیز دیگه است. برتری سامسون در این فیگور نسبت به شان رودن عضلات دو سر و سه سر بازویی و عضلات ساعدش هست که سایز بیشتری داره. زیر بغل‌هاش نسبت به شان رودن یه مقدار کوتاه‌تره اما ضخامت بیشتری داره. در تفکیک و سایز عضلات سینه‌شون میتونیم بگیم تقریبا در یک سطح هستن و در عضلات میان تنه و شکم شان رودن کات فوق‌العاده‌ای تو عضلات دنده‌ایش داره و همین جزئیات عضلات شکمش رو خیلی قشنگتر نشون میده که سامسون این فیگور رو در حالت وکیوم اجرا کرده، اما بازم پک‌های شکمش مشخصه. در قسمت پایین تنه میتونیم بگیم شان رودن خیلی از سامسون بهتره و همینطور که دارید میبینید سایز فوق‌العاده و کات‌های عمیق چهار سر رانش نسبت به سامسون خیلی بهتر به چشم میاد و مشخصه. در قسمت عضلات ساق پا از این نما هم میتونیم بگیم هر دوشون تو یک سطح هستن و برابرن. و در نهایت تو این فیگور شان رودن با کات فوق‌العاده و تقارن زیبای بدنش 1 امتیاز به دست میاره و سامسون داودا 3 امتیاز. خب بریم برای فیگور دوم که میشه زیر بغل از نمای روبرو. هر دو قهرمان در این فیگور خیلی خوبن، اما برتری شان رودن همونطور که دارید میبینید تقارن زیبای بدنش و کاندیشن فوق‌العاده‌اش هست و پوست با کیفیتشه که نسبت به سامسون داودا خیلی بهتره. عرض سرشونه ها و سایز و کات عضلات سینه هر دو قهرمان خیلی خوبن و سایز و تفکیک و عرض عضلات سرشونه شون از این نما میتونیم بگیم هر دوشون شیپ خوبی دارن و در یک سطح هستن. و برتری سامسون در عضلات دستهاش هست که همونطور که مشخصه از شان رودن خیلی حجیم‌تره و در قسمت لت‌ها شان رودن رو میبینید که عضلات لت کشیده تر و بلندتری داره، اما زیر بغل‌های سامسون نسبت به شان رودن ضخامت بهتری داره. در عضلات میان تنه میتونیم بگیم در یک سطح هستن و کمر باریکی دارن هر دوشون. و در قسمت پایین تنه هر دوشون سایز خوبی دارن از این نما، اما کات عمیق و فوق‌العاده چهار سراران شان رودن خیلی بهتر به چشم میاد و همینطور پوست نازکش که این عضلات رو خیلی بهتر نمایش میده. تو این فیگور میتونیم بگیم هر دوشون در یک سطح هستن و واقعا انتخاب سخت میشه. در این فیگور سامسون داودا 3 امتیاز میگیره و شان رودن هم 3 امتیاز. خب بریم برای فیگور سوم که میشه قفسه سینه از جانب. هر دو قهرمان در این فیگور خیلی خوبن و زیبایی خیلی خاصی دارن، اما این پوز یکی از نقاط قوت سامسون داودا هست. به سایز عضلات سینه‌اش نسبت به شان رودن دقت کنید، همونطور که میبینید سایز و شیپ خیلی زیباتری داره و همین عضلات سینه سامسون رو از شان رودن جلو میندازه. در قسمت عضلات دلتوید جانبی و عضلات کولشون هر دوشون خوبن. شان رودن زیبایی خاص خودش رو داره و سامسون داودا سایز و چگالی فوق‌العاده‌شو.
و در قسمت عضلات بازو از این نما سامسون داودا سایز و چگالی بهتری نسبت به شان رودن داره و همین پر بودن عضلات دستاش و چگالی عضلات سینه‌اش یه زیبایی خاصی را به سامسون داده. در عضلات میان تنه هر دو اسطوره خوبن و در قسمت پایین تنه شان رودن سایز و کات فوق‌العاده‌ای در عضلات همسترینگش داره. سامسون هم در عضلات 4 سر ران و همسترینگش خوبه، اما زیبایی منحصر به فرد شان رودن یه چیز دیگه است. در عضلات ساق پا از این نما هم میتونیم بگیم هر دوشون خوبن، ولی شان رودن یه مقدار کاتش بهتره اما سایز سامسون بیشتره. و در نهایت تو این فیگور سامسون داودا 2 امتیاز میگیره و شان رودن 3 امتیاز. خب بریم سراغ فیگورهای سرنوشت ساز در مسابقات بدنسازی که مربوط به عضلات پشت میشه. تو این فیگور یعنی جفت بازو از نمای پشت، برتری شان رودن کات و جزئیات عضلات پشتش هست و در مقابل سامسون هم کات زیبایی داره و اما برتریش نسبت به شان رودن ضخامت عضلاتش هست. از بالا با جزئیات بخوایم آنالیز کنیم، در عضلات کول و زوزنقه هر دوشون خوبن. شان رودن کاتره و در مقابل سامسون سایزش بهتره. در عضلات دلتوئید خلفیشون همینطور که میبینید برتری کاملا با سامسون داودا هست و سایز و چگالی عضلات سرشونش خیلی بیشتره. و در قسمت لت‌ها شان رودن زیر بغل‌های بلندتری داره و همونطور که میبینید سایز و ضخامت زیر بغل‌ها و عضلات لت سامسونگ خیلی بیشتره. هر دو اسطوره کمر باریکتری دارن و عضلات رامبوید و کریسمسشون و میان تنه هر دوشون خیلی عالیه. اما در قسمت پایین تنه سایز و تفکیک عضلات باسن و همسترینگ شان رودن همونطور که میبینید به وضوح از سامسون خیلی بهتره و یکی از نقطه قوت‌های شان رودن در همه فیگورها عضلات پاهاش هست. سامسون داودا هم تو عضلات پایین تنش خوبه و سایز و کات خوبی داره، اما برتری شان رودن همون پوست نازکشه که تونسته عضلاتش رو خیلی بهتر نشون بده. و در عضلات ساق پا میتونیم بگیم شان رودن کات خیلی بهتری داره، اما هر دو قهرمان خوبن و در یک سطح میتونن باشن. تو این فیگور سامسون داودا برتریش در عضلات بالا تنه و ضخامت عضلات پشتش هست و در قسمت پایین تنه برتری با شان رودنه که در نهایت سامسون داودا تو این فیگور میتونه 2 امتیاز بگیره و شان رودن 3 امتیاز. و میرسیم به فیگور زیر بغل از نمای پشت که قهرمان‌ها بالهای خودشون رو تو این فیگور باز میکنن. سایز و تفکیک لت‌ها خیلی مهم هست. تو این پست سامسون داودا زیر بغل‌های پهن‌تر و ضخیم‌تری داره و این به اون در مقابل شان رودن برتری میده. و در اکثر فیگورها همین عریض بودن زیر بغل‌هاش و ضخامتش یه جورای نقطه قوتش بود. و همینطور سایز بازوهاش از نمای پشت نسبت به شان رودن خیلی پرچگالی تر و حجیم تره. شان رودن زیر بغل‌هاش نسبت به سامسون کشیده تره، اما ضخامت زیر بغل سامسون یه چیز دیگه است. تو قسمت عضلات کول و دلتوئید خلفی هر دوشون خوبن، اما باز هم سامسون یه مقدار نسبت به شان رودن حجیم تره و همین کمبود چگالی و سایز نسبت به سامسون کار رو برای اون سخت کرده. در قسمت عضلات پایین تنه همونطور که میبینید باز هم شان رودن با پاهای عجیب غریبش با کاندیشن فوق‌العاده در همسترینگ و کات باسنش خیلی از سامسون بهتره. سایز هر دوشون خوبه در قسمت پایین تنه، اما کات شان رودن خیلی بهتره. و در قسمت عضلات ساق از نمای پشت باز هم شان رودن کات بهتری داره و ساق‌هاش از این نما نسبت به سامسون خیلی بهتر به نظر میرسه. هر دوشون در کل خیلی به هم نزدیکن و خوبن. شان رودن در قسمت پایین تنه همینطور که میبینید خوبه و سامسون داودا با زیر بغل‌های پهن و ضخیمش در قسمت بالاتنه. به نظر من اینجا سامسون 3 امتیاز میگیره و شان رودن هم 3 امتیاز. شما هم حتما نظرتون رو بنویسید و بگید که تو این فیگور کدومشون بهتر بود. خب بریم برای فیگور پشت بازو از نمای جانب. تو این پوز نقاط قوت شان رودن نسبت به سامسون خیلی بیشتره. کات و جزئیات فوق‌العاده تو عضلات شکم و پهلوش و همینطور کمر باریکش که اونو خیلی قشنگ و خاص نشون میده. و همینطور در قسمت پایین تنه همسترینگ فوق‌العاده زیبا و کات شدهش در مقابل سامسون خیلی بهتر به نظر میرسه. و در مقابل سامسون داودا عضلات دلتوئیدش از نمای جانب
سایز و چگالی بهتری نسبت به شان رودن داره و همینطور عضلات سینه هاش از این نما سایز بهتری نسبت به شان رودن داره. تو این فیگور قهرمان‌ها یه طرف بدن خودشون رو باید به بهترین شکل ممکن به نمایش بذارن و تکامل و تعادل بین بالاتنه و پایین‌تنه خیلی مهم هست. سامسون داودا تو عضلات دو سر و سه سر بازو هم نسبت به شان رودن سایز و چگالی بهتری داره. کات عضلات پشت بازوی شان رودن تو این فیگور خوبه، اما سایز و چگالی سامسون خیلی بیشتره و همینطور عضلات ساعد سامسون نسبت به شان رودن از این نما خیلی حجیم تره. و تو قسمت پایین تنه عضلات چهار سرران و همسترینگ فوق‌العاده زیبا و کات شده شان رودن رو دارید میبینید که نسبت به سامسون خیلی بهتر به نظر میرسه. و به صورت کلی شان رودن تو این فیگور خیلی زیباتر و سه‌بعدی‌تر به نظر میرسه که در نهایت شان رودن تو این فیگور 2 امتیاز به دست میاره و سامسون داودا 4 امتیاز. شما هم حتما نظرتون رو کامنت کنید و بگید که کدوم قهرمان تو این پوز بهتر بود. و بریم برای فیگور شکم و ران. همونطور که تو تصویر دارید میبینید هر دو قهرمان تو این پوز عالی هن و یکی از بهترین پوزهاشونه. اما جزئیات و کاندیشن فوق‌العاده شان رودن به خصوص در عضلات میان تنه و کات‌های عمیق فوق‌العاده زیبای چهار سر رانش نسبت به سامسون داودا کاملا به وضوح مشخصه. نقاط قوت سامسون داودا عضلات دستاش هست که بالای سر قرار گرفته و چگالی بهتری نسبت به شان رودن داره. همینطور در عضلات لت‌هاش لت‌های ضخیم‌تری نسبت به شان رودن داره و در قسمت عضلات سینه‌هاش نسبت به شان رودن عرض بهتری و ضخامت بیشتری داره. و در قسمت میان تنه و عضلات دنده‌ای جزئیات عضلات شکم شان رودن کاملا به وضوح مشخصه که بیشتره. همونطور که دارید میبینید سامسون در عضلات شکم عالیه، پک‌های منظم و درشتری نسبت به شان رودن داره، اما جزئیات عضلات دنده‌ایش به شان رودن نمیرسه. و بریم برای قسمت پایین تنه. در قسمت عضلات پایین تنه چهار سرران حجیم و کات شده فوق‌العاده زیبای شان رودن رو داریم. سامسون هم عضلات چهار سر کات و حجیمی داره، اما نقطه قوت شان رودن پوست نازکشه که تونسته قشنگ فیبرهای عضلانی چهار سرش رو به نمایش بذاره. و در قسمت ساق پا میتونیم بگیم هر دوشون خوبن، در یک سطح هستن. به نظرتون برنده این فیگور چه کسی میتونه باشه؟ شان رودن در این فیگور تقارن و زیبایی بهتری داره، سامسون هم سایز و چگالی بهتری داره. تو این فیگور شان رودن 2 امتیاز کسب میکنه و سامسون داودا 3 امتیاز. خب بریم سر وقت فیگور موس ماسکلر که یکی از محبوب ترین فیگورها در مسابقات بدنسازیه. همونطور که دارید میبینید هر دو قهرمان تو این فیگور عالی هن. سایز و چگالی فوق‌العاده سامسون داودا رو دارید میبینید و در کنارش عضلات کات شده و کاندیشن فوق‌العاده شان رودن رو. نقاط قوت سامسون داودا اول از همه عضلات سینه‌اش هست که سایز و چگالی بیشتری نسبت به شان رودن داره. در قسمت عضلات دلتوئیدها میتونیم بگیم هر دوشون خوبن و در یک سطح هستن. در قسمت عضلات کول هم همینطور. اما در قسمت دست ها سامسون چند لول از شان رودن بالاتره و همین بهش برتری میده و اونو جلو میندازه. و همینطور در عضلات ساعد سامسون داودا سایز و چگالی بهتری نسبت به شان رودن داره. در عضلات شکم و میان تنه میتونیم بگیم هر دو قهرمان خیلی به هم نزدیکن و هر دوشون خوبن. اما در عضلات پایین تنه و چهار سر رام پاهای شان رودن حجم بهتری و همینطور کات بهتری نسبت به سامسون داودا داره. سامسون داودا هم تو عضلات پاش خوبه، سایز و کات مناسبی داره، اما برتری اون چگالی و سایز عضلاتش در قسمت بالاتنه هست. و به صورت کلی سامسون داودا تو این فیگور سایز و چگالیش خیلی از شان رودن بهتر بود و همینطور در مقابل کات و کاندیشن شان رودن. تو این فیگور سامسون داودا 2 امتیاز کسب میکنه و شان رودن 3 امتیاز. خب بریم برای نتیجه این رقابت که شان رودن در فیگورهای جفت بازو از نمای روبرو، پشت بازو از نمای جانب و فیگور شکم و ران نسبت به سامسون داودا بهتر بود و همینطور سامسون داودا در فیگورهای سینه از نمای جانب، جفت بازو از نمای پشت و در آخر فیگور موس ماسکلر نسبت به شان رودن برتری داشت. در بقیه فیگورها هم قهرمان‌ها خیلی به هم نزدیک بودن و مساوی شدن.
واقعا رقابت و مقایسه خیلی سختی بود که در نهایت شان رودن با 2 امتیاز اختلاف تونست برنده این رقابت بشه. و شما هم حتما نظرتون رو بنویسید و بگید که اگه در 1 سال روی استیج میرفتن کدومشون میتونست قهرمان بشه. خب دوستان، این ویدیو هم به پایان رسید. امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشید و اگه علاقه‌مند به مقایسه قهرمان ها و این سبک از ویدیوها هستید برامون کامنت کنید که کدوم قهرمان ها رو با هم مقایسه کنیم و ممنون میشم با سابسکرایب کردن کانال و کامنت گذاشتن از ما حمایت کنید. مرسی از حضور گرم همه شما.